عید نوروز که این سالها چون جشن جهانی در بسیاری از ممالک‌های دنیا تجلیل می‌گردد، در پایتخت بریتانیای کبیر نیز با شکوه و شهامت خاصه پذیرایی کرده شد. طور خبر داده بودیم چند پیش در مرکز انگلیا شهر لندن بخشیده به جشن نوروز از جانب سفارت جمهوری تاجیکستان در پادشاهی متحده بریتانیای کبیر و ایرلند شمالی برنامه فرهنگی برگزار گردید. نوروز یکی از جشن‌ها است و بزرگداشت نوروز در لندن با دوستا یارای عزیزی ما از تاجیکستان، ایران، افغانستان و ازبکستان اینجا حضور دارند و این سمنکی است که دوستای سمرقندی ما برای ما جور کردن و چقدر افتخار است در یک کشوری که ما هم یک غریب هستیم ولی بزرگی نوروز است که همگی ما را به هم آورده است و ما جشن میگیریم و میبینیم که چقدر سنت‌های به هم مرادف داریم و احترام یکدیگر داریم و چقدر خوشی هم است. واقعا جشن نوروز در 21 و 22 مارچ است ولی به خاطر که عید رمضان هم ما این فرصت استفاده کردیم و در تاریخ 4 اپریل همگی به هم آمدیم. من مردم تاجیکستان، ازبکستان، افغانستان و همان دولت‌هایی که نوروز را جشن می‌گذرانند تبریک میکنم با نوروز. همتون با نوروزتان 3 روز باشد و هر روزتان نوروز باشد. در عیدگاه اساساً مردم همزبان و همتبار از تاجیکستان، ازبکستان، افغانستان، ایران و مناطق دیگری سیاره‌مان سرجم گردیدند. لباس‌های زیبای ملی، خوان‌های عیدانه نوروزی 7 سین و 7 شین هر یک گوشه و کنار این موضع را آرام دادند و بینندگان بخصوص مردم برون مرزی را که امروز با حکم تقدیر در انگلیا زندگی و فعالیت دارند به خود جلب می کردند. امروز چرابینی خیلی هم خوب گذشت، خود را در وطن هیچ نمودم چون که در اینجا هموطنهای عزیز خودم را دیدم و خیلی هم شاد شدم که در اینجا چیزهای ملت خودم و لباسهای ملی خودم و روک‌های خودم را و رقص بازی‌ها را دیدم و خیلی شاد شدم از این چیز. هم که نوروزی ما میگیم روزی نو و سال نو و همه در این روزی نو سال نو و خوشبختی خواهانم همه در زندگیشون پیروز و خوب شود. این جشنی که امروز برگزار شده است مرا همه آن فراق که داشتم برای وطن خود همه آن را جبران کرد، زیرا ملت همزبان را واخوردم، لباسهای ملی خود را، خوراک ملی خود را، سرایندگان ملی خود را. نوروزتان مبارک باشد. آره، برای نفری که در چنین روزهای عیدانه دور از وطن است، این همایش احساس وطنداریش را بالا برده گویا هوای وطنش را میرساند. آخر در هر قدم صدای همزبانان که یکدیگر را با نوروز شاد باش می گفتند. دیدن آنهایی را که لباس ملی شرقانه به بر کردند، بوی لذیذ طعامهای ملی یک محیط را سازگار می نماید که مسافران نیز خود را در وطن خویش حس می کنند. نوروز این جشن قدیمی ملت ما بوده، در دوره حکمرانی هخامنشی‌ها در دوره پادشاهی شاه جمشید تجلیل کرده می شد و تا زمان ما امروز آمده رسیده است. بگذار نوروزی خجسته و خاندان هر یکی ما و شما فیض و برکت حاصل فراوان دهقان را هدیه آورد. امروز ما در بریتانیا نوروز را جشن گرفته ایستادیم و امروز همه دوستانمان را دیدیم، رقص‌های تاجیکی را، ایرانی را دیدیم و من هم امروز رقص داشتم، رقص بدخشانی و رقص چشمکان. دکتر جمشید غفارов من امروز برندگی میکنم در اینجا. خیلی یک جشنی زیبا چیز کردم و ما با زیاد خرسندی و خوشحالی این روز رو میگذرانیم در اینجا. در قسمت موسیقی چاره‌بینی فرهنگی سراول عاید تاریخ جشن نوروز معلومات ها رسانیده شد. اینچنین از رفت تجلیل نوروز در تاجیکستان ویدیو نوار پیشکشی حاضرین گردید. برآمد مهمانان چاره‌بینی سراینده خوش سلیقه تاجیکستان مهرنگار رستم و آوازخوان معروف افغانستان محمود کامل به تدبیر شکوه خاصه بخشید. مهرنگار رستم هنگام صحبت با ما یک خبر خوش را هم رسانید. سلام با کل فرزبانان دنیا، نوروزتان مبارک باشد، خجسته باشد. بسیار شاد هستم که امروز در لندن نوروز عجم را جشن میگیرم با همزبانان عزیزی خودم. تمنا دارم که مثل بهار همیشه
شکوفان باشند، سرسبز و خرم باشند و هر آرزویی اینه که در دل دارن، آرزوهای زیبای مردم عزیز ما، همزبانان عزیز ما جامعه عمل پوشند. همتون رو دوست می‌دارم. سرفرازم خوشبخت هستم که با آقای آرش پولادوند در روی استیج هنرنمایی میکنم به زودی و همه هموطنان همزبانان عزیز انتظار هستم روز 20 جون در لندن. این اولین پرفورمنس من در لندن با ارکستری بسیار بزرگ برپا میگردد. راستی گپ از این بسیار خرسندی هم حد و کنار ندارد، چون من خودم آوازخوان اکادمی هستم و تجربه کاری با ارکستر دارم، لیکن با این قدر ارکستری بزرگ باری اول میشود که در روی استیج انشاءالله هنرنمایی میکنم. از این بسیار خوشبخت هستم. زنده باشید. آن روز نمایندگان ملت‌های گوناگون چون یک عائله زیر فضای دوستی عید نوروز را تجلیل کردند. در برابر فارس زبانان دنیا، مردم تهجایی انگلیا و کشورهای دیگر نیز با کیفیت خوش و طبع بالیده تا درگاه عیدگاه را ترک نکردند. السلام علیکم بینندگان عزیز تلویزیون سمرقند. نام من اسکندر تینگ است. من از چین هستم، از ملت دونگان. نوروز برای شما مبارک میگویم. جشن نوروز بسیار مهم است، جشن بین‌المللی است که نه فقط برای مردمای فارسی زبان بلکه برای همه مردمای آسیا مرکزی و چین مهم است. تبریک میگویم، خوش باشین، سال نو مبارک. البته در ضمیر هر یک عید و جشن‌ها تنجی و آسودگی، وحدت و دوستی و مهر و عاقبت جای دارد. تمنا میکنیم دنیا تنج و آسوده باشد و در روی زمین فقط عید بالای عید شود. ای خداوند زمین و آسمان، تا به نوروز دیگر ما را رسان. فروخ یلداشف از لندن، مخصوص برای آریان.